دوستا سلام، امیدوار هستم حالتان خوب باشه و شما بیننده پادکست نبض زندگی شبکه رسانه‌ای فراز هستین. اول ای که شما در دست من میبینین چی همراه خود آوردیم در این برنامه. پیش از اینکه من این رو تشریح بکنم حتما کمی خواهد زدین که چی است. ساختار جسم انسان چقدر زیباست و بدون شک خداوند قسمی که در قرآن کریم فرموده که ما انسانها را به بهترین شکل خلق کردیم. دقیق همه راز هستی هم در درون انسان ها است. وقتی که انسان میره ترکیبات درون جسم و بدن خود را میبینه به حیرت و به تعجب میآید، به وجد میآید در اصل. و در این پادکست چیزی که شما میبینین ستون فقرات یا تیر کمر پیش ما است و بحث پادکست امروزی ما را جستجو کردیم که امروز شما در جامعه شاهد هستین که موضوع کمردرد و یا دسک کمر یک موضوع بسیار مهم است و متاسفانه این مریضی است که اکثریت کسایی که سنین بلند داره خود درگیرش هست ولی در اواخر شما شاهد هستین که جوانان از این امر مستثنا نبوده و درگیری این مریضی شدن و خصوصا دسک کمر. پس در این پادکست خوشبختانه که من باش که اول میره با هم کس پیش ما میدان نشه. در این پادکست خوشبختانه که من یک دکتر صاحب خیلی بزرگوار، شخصیت بسیار گرانبها و کسی که سالها در عرصه کار کرده، تخصص داره، دکتر صاحب ابراهیم الکوزی فیزیوتراپیست هستند. دکتر صاحب بزرگوار خوش آمدین، صفا آوردین به پادکست ما. سلام خدمت شما همه بیننده عزیز برنامه‌تان. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین به برنامه‌تان و برای ما فرصت دادین. تشکر دکتر صاحب. من گذره که واژه‌های چیز طبی استفاده کردم، امیدوارم اشتباه نکرده باشم. واژه طبی کم مشکلات داره تو زود آدم یادش نمیگیره. دکتر صاحب در قدم نخست اگر بر ما بگوین که خود ستون فقرات چیست و چی نقشه در بدن ساختار بدن ما داره؟ ستون فقرات دو تا به اصطلاح مهمترین بخشی که وجود داره. یکی محافظت میکنه از یک بخش عمده‌ای از سیستم عصبی مرکزی ما که اصطلاحاً ما برش CNS میگیم، سیستم عصبی مرکزی، که ما دو تا سیستم عصبی مرکزی داریم، یکی مغز است یکی حرام مغز است. ستون فقراتی که از اصلی ترین کاراش حفاظت از حرام مغز است. حرام مغز جزء اصلی سیستم به اصطلاح یکی از دو کامپوننت یا یکی از دو اجزاء سیستم مرکزی مغزی است. پس یک حفاظت از سیستم یعنی همیشه ما فکر میکنیم که اون بحث مغز داخل جمجمه است، میگیم حواس ما به مو اسکال یا جمجمه باشه، ولی خب یک بخش عمده دیگه حرام مغز است که او در داخل ستون فقرات است. همونطور که باید حواس ما باشه که ضربه به سر نخوره، همونطور هم باید حواس ما باشه به ستون فقرات هم نخوره، چرا که یک بخش عمده فعالیت های ما از حرام مغز به اصطلاح میگذره و او حرام مغز است که به اصطلاح مسیر دست ها، مسیر حرکت دست، پاها از مسیر حرام مغز سیر میشه. پس محافظت است. بخش دیگهش تحرکیت است، یعنی ستون فقرات در عین حالی که باید محافظت بکنه باید تحرکیت را هم به ما و شما اجازه بده. برعکس سر، ما در سر خود بخش جمجمه که استخوان جمجمه ما اونجا مغز داریم ولی هیچ استخوان‌های جمجمه حرکت نمیکنن. چرا؟ چون ما اونجا تحرکیت نیاز نداریم. نیاز ما در ستون فقرات به تحرکیت است. در عین حال که اینجا حرام مغز است باید خوب محافظت شوه، در همون زمان باید اینجا تحرکیت هم داشته باشه. یعنی دو چیزی که متضاد هم هست و بسیار باز اینجا کار را سخت میکنه. و دکتر صاحب موضوعی که امروز در این برنامه انتخاب کردیم متاسفانه شما در جامعه میبینین و خصوصا مریضایتان که همیشه پیشتان میاد، شما این موضوع را بیشتر از ما میفهمین که حتی جوانان درگیری موضوع است. دسک کمر، خود دسک کمر چیست؟ چطور ایجاد میشه دسک کمر در بدن ما؟ خب ستون فقرات ما از تعداد مهره تشکیل شده که بین هر دو تا مهره، بین دو دانه مهره یک واشری قرار گرفته که مو حرکت رو که من برای شما گفتم انعطاف پذیری رو تأمین بکنه. اگر شما در نظر بگیرید کل ستون فقرات استخوانی می بود، ستون فقرات مثل یک چوب بود که او چوب حرکت خمیده نمیشد، تحرکیت رو ایجاد نمیکرد.
باز به خاطر از اینکه تحرکیت ایجاد شوه، یک جنس نرمتر مثل واشر بین دو تا مهره قرار گرفته که او تحرکیت را ایجاد بکنه، که او جسم نرم واشر مانند ما برش اصطلاحاً دیسک میگیم. پس دیسک باز ایجاد میشه. این که چگونه ایجاد میشه و روش بحث میکنیم. دکتر صاحب، بزرگترین حقیقتی که مردم درباره کمردردی نمیدونن چیست؟ خب گرچه گفتنش خوب نیست، ولی واقعیت ایست که بسیاری از کمردردها علتش معلوم نیست، یعنی تشخیص نمیشه که او چی است. نه ای که ما نمیتونیم مثلا بگیم در افغانستان تشخیص نمیشه، نه، یک اصطلاح علمی رایجی هست برش میگن نان اسپسیفیک لو بک پین، کمردرد با منشأ ناشناخته. علت ازیمی مثلا مریض میایه علت دردش 100% کسی نمیتونه قسم بخوره که علت دردش انمی است. به نظر شما چند فیصد شاید انمی تو باشه؟ فیصدی زیاد از مخصوصا کسایی که نه میگن چند فیصدش را مثلا میتونیم امو لیبل یا مارک ای بزنیم که این نان اسپسیفیک لو بک پین داره، کمربند کمردرد با منشأ ناشناخته داره، علتش 100% مشخص نیست. توقع دارید شما چند فیصدی تو باشه؟ یعنی شما کمردرد هستید، چقدر توقع داری که من دکتر تشخیص بدم 100% قسم بخورم که درد تو از اینجاست؟ توقع ما که 100% است دکتر صاحب. شما 100% توقع داری که ما تشخیص بدیم قسم بخوریم که 100% علت درد شما میست. ولی مقالات علمی وجود داره، ساینتیفیستا در دنیا نوشته کرده تا 80% علت کمردردی ها رو هم حتی گفتن معلوم نیست که چی است. حتی خود متخصصینش نمیتونن. دقیقاً، یعنی لیبل نان اسپسیفیک لو بک پین برش میزنن. خب فقط 20% کمردردی ها برش مشخص میشه. خب گرچه این 80% از دیدگاه متخصصای ارتوپدی، متخصصای جراحی اعصاب برش میگن 80% نان اسپسیفیک لو بک پین هستن، اما ما از دیدگاه فیزیوتراپیستا این فیصدی خیلی کمتر است. یعنی از دیدگاه فیزیوتراپیستا یک سری چیزای دیگه هم هست که اونا میتونه باعث کمردرد شه و یک فیزیوتراپیست با معایناتی که انجام میده میتونه تشخیص بده که بله مثلا تایید بکنه که یعنی قدر، یعنی اون فیصدی که علتش نامشخص هست در فیزیوتراپی شاید حدود 30%، 20%، 30%، یعنی تا اینجا کاهش پیدا کنه. بس 70% از این لاجواب میمونه گم میونه. پس خیلی مهم است کمر. همون بحث اینجا است که ما میخوایم بگیم که از دیدگاه متخصص ارتوپدی، جراحی اعصاب و کسایی که در حوزه MD به اصطلاح، یعنی از به اصطلاح تخصصای جراحی اعصاب ارتوپدی کار میکنن، در این حوزه کار میکنن، مقالات علمی میگه، یعنی این حرف من نیست، میگن که 80% نان اسپسیفیک لو بک پین هستن، یعنی کسی نمیتونه قسم بخوره که علت درد زو دقیقاً نمی است. خب ولی از دیدگاه ما به عنوان فیزیوتراپیست، یعنی در حیطه علم فیزیوتراپی میگیم نه، ما تقریباً 70% از اینا رو میتونیم بگیم کی است، دقیقاً به چه صورتی است. یک 30% از اینا اون نان اسپسیفیک است. یعنی براتون خلاصه ایتو میخوام بگم، شما توقع داری مثلا ما مریض میاد پیش ما میگه دکتر صاحب می عکس ام آر آی ما گرفتیم، عکس ام آر آی رو بنداز، خودش هم میاد سر خود پیش میکنه که بر من نشان بده که علت دردم چی است. درست است؟ ما بر توقع داره ما یک جایی رو دست بزنیم براش نشان بدیم، بگیم که انمی نقطه شما باعث ایجاد درد شما است. خب میخوایم بگیم که متاسفانه ایتو نیست، اکاش میتونی بود و علت خیلی از دردها مشخص. حتی ما درمان داریم، ما تداوی میکنیم، روش های مؤثری هست، تداوی میکنه، مقالات علمی هست. ما یک متد خیلی پیشرفته ای داریم که آمده میگه که با این روش شما درمان کنید، ولی در نهایت ازش که پرسان کردن به عنوان کسی که همین روش ابداع کرده که خب علت درد چی بود و در نتیجه چرا این کار باعث این اتفاق شد، میگه که واقعا بر من هم گنگ است. روش تداوی رو میده، مریضم خوب میشه، اما واقعا نمیتونه قسم بخوره که دیسک باعث درد شده، نمیتونه قسم بخوره که حالا مثلا اصطلاحاً مفاصل خوردی که در کمر وجود داره یعنی ای باعث ایجاد درد شده، یا کپسول مفصلی مثلا اونجا باعث کار شده، ولی مریض خوب شده با همون حرکتش، اما 100% گفته نمیشه. به همون خاطر این به نظر من امو ذهنیتی است که اکثر مردم متاسفانه، حالا برخلاف جزء چیزی نیست، یعنی توقعی هم نیست که مردم عادی بفهمن که دقیقاً به چه صورت است. اکثر مردم حقیقتی بود در مورد ازی که ما نمیدونستیم در مورد کمردردی. دکتر صاحب، من شخصا خودم مزید تحلیل کردم، پس
یکی از دلایل ای بوده میتونه وقتی که خود علم فیزیوتراپی ایرا میگه که 80% ما لا جواب میمانیم از بعضی دردها در ستون فقرات یا کمر دردی، به نظرتان امی ساختارش باعث شده میتونه امی ساختار که خیلی پیچیده است ستون فقرات؟ با ای که گفتین شما سیستم مغزی هم دی فعالیت داره، تا بعض وقتا سیستم مغز دی فعالیت میکنه، ممکن یک فرد مشکل مغزی داشته باشه کمرشان از فعالیت بفته، یا ستون فقرات که با این ترکیب خداوندی را ساخته بسیار پیچیده است، به او خاطر 80% لاجوابانه موضوعات یا دردها. البته من امو 80% جواب شما رو اصلاح بکنم. از دیدگاه فیزیوتراپی 80 بله. نیست، از دیدگاه دکترای ارتوپدی و دکترای مغز و اعصاب 80% است. درست. از دیدگاه فیزیوتراپی 30% است. خب یعنی او این تفاوت در دو تا دیدگاه است. اما دقیقاً شما اشاره کردین به مغز. من میخوایم که امیر اگر فرصت است میخواستم من تو بپرسم دکتر صاحب که دلیل چی است که ما نمیتونیم 100% بفهمیم که کمر دردی چی است؟ خب میخوایم امیر بحث کنیم. خب دلیل درد است. دلیل در تعریف ما از درد است. درد چی است؟ به نظر شما درد چی است؟ یک حس ناخوشایند در بدن ما. خب چرا او حس پیدا میشه؟ با یک علت حتما. خب یعنی اکثرا میگیم که درد ایجاد شده، یک جای یک چیزی خراب شده، تخریب شده. درست شد؟ یعنی مثلا میگن که درد چیز خوبیه. چرا؟ چون مثلا نشان میده که در داخل بدن یک مشکل ایجاد شده یا قسمت از وجود ما آسیب دیده حالا میخواد درد ایجاد شه. خب این یک تعریف کلاسیک از درد است، یعنی یک تعریف قدیمی از درد است. در تعریف جدید درد میگن حتما درد در اثر تخریب یک جسم ایجاد نمیشه. درد میتونه منشأ فکری داشته باشه، منشأ سایکوز داشته باشه، منشأ روانی داشته باشه. درد میتونه منشأ اجتماعی داشته باشه. درد میتونه منشأ به اصطلاح یک تجربه گذشته داشته باشه، یک ترسی از یک تجربه گذشته اتفاق افتاده. به اون خاطر آمدن در سال 2000 آمدن اصلا بحث درد رو مطرح کردن. خب این خیلی مهمه در کمر درد و ما هم مریضش به اندازه کافی فراوان وجود داره در داخل افغانستان. خب ببینید درد را آمدن گفتن در سال 2000 آمدن این بحث رو مطرح کردن، گفتن که درد فقط تخریب یک جسم نیست. یعنی تو نیست که ما فکر کنیم که فرضاً حالت کمر درد حساب کنیم بگیم دیسک دمیج میشه، آسیب میبینه، در نتیجه باعث ایجاد درد میشه. یعنی پس بگیم دیسک تخریب شده پس درد ایجاد شده. اگر ما فقط دمی مسیر بریم گفتن آقا به جای نمیرسیم. خب ما باعث بیایم بررسی بکنیم که درد فقط تخریب نیست. درد گفتن 3 مقوله داره. یک مثلث هست، یکی بایو هست یعنی یک جسم زنده، یعنی هر چیزی که عصب داشته باشه، خونرسانی داشته باشه، یک جسم زنده. ای بس گفته یک بحثش امیست که درد جسم زنده درک میکنه. مثل موی ما درد احساس نمیکنه. شما کسر نیده که بگه که نوکای موی ما مثلا مشکل در روی داره. جلد انسان هست. خب اینا زنده نیستن. جسم زنده. ناخن جسم زنده نیست دیگه. خب شما مثلا کسی نیست که بگه ناخنم درد میکنه، او قسمتی که برآمده البته. خب ناخنم زنده، او قسمتی که ما قرار است که بچینیمش، یا موره که میریم سلمانی قیچی میزنیم. دقیقاً مثلا اگه مو درد میکرد، ما وقتی که میرفتیم سلمانی موهای ما رو کوتاه میکردن باید اذیت میشدیم. پس مو نمیتونه دردناک شود چون مو جسم زنده است. پس او مثلث رو ما برمیگردم. ما یک مثلثی داریم که او مثلث عبارت است از این که اولا درد مربوط به یک جسم زنده است، 2 درد یک منشأ روانی داره، منشأ فکری داره، استرسه. طرف استرس داره، یک استرس باعث میشه تا ایجاد درد بشه. و یک بحث دیگه بحث اجتماع است. نفر احساس میکنه اگه من می کار خود از دست بدم، من دیگه در خانه کی مثلا نانآور خانه کیست؟ خانم خانه‌دار است، میگه اگر من خوب کار نکنم فلان مشکل برام ایجاد میشه. خب اینا او استرسایی است که به خاطر مسائل اجتماعی ایجاد میشه. پس آمدن گفتن مدلی رو ارائه کردن با نام بایو سایکو سوشیال، یعنی درد بحث جسم زنده هست، بحث روان است، بحث اجتماع است. اما باز هم همین مدل رو آمدن تغییر دادن. آمدن گفتن نه فقط این هم نیست، بعضی چیزا خاطره های ما از گذشته است. ما دیدیم یک نفر یک جسم سنگینی رو بلند کرده کمر درد شده، حال
حال ما هم میترسیم اگه بلند بکنیم کمر درد میشیم بدون از این که اصلا ما این کار انجام داده باشیم یا علت زو. همین ترس ما، همون پیش بینی ما از همین باعث شده تا ما امو جسم بالا کردیم، هیچ اتفاقی از لحاظ جسمی نیفتاده، امو وسیله گرنگ بالا کردیم، فقط ما ترس خوردیم یا مغز ما فرمان داده و کمر ما که یه استقامت ما آسیب میبینیم یا احساس درد پیدا و همو باعث احساس درد شد. یعنی پردازش درد رو حال میگن نتیجه پردازش مغزه، نه تنها درد ای که جسم تخریب شده باشه. ای شده گاهن که میتونه ساختارش روانی باشه، دقیقاً. فکری باشه. دقیقاً. خودم مثلا کسایی رو داشتیم، مثلا استاد پنتون بوده، پی اچ دی داشته، با علائم کمردرد آمده، یک جلسه 2 جلسه رو تداوی دادیم، بعد متوجه شدیم که اصلا درد ازی منشأش مغزی است. برش گفتیم که دوست عزیز دیگه نیا، بهتره شما بری پیش یک روانپزشک که با او کار کنه و ما به این اصطلاحاً بهش میگیم سایکوسوماتیک پین، یعنی مغز و روان مریض باعث شده تا او یک دردی رو در کمر خودش احساس بکنه و این دردی که در کمر احساس میکنه او رو کشانده به کلینیک ما، ولی ما برش اصلا ساختار جسمیش کاملا سلامت است، یا ستون فقراتش کاملا. سوال من دقیق در ابتدا که پرسیدم همین موضوع بود که یکی خواب ساختار خود ستون فقرات چون زیاد پیچیده است، در ضمن شما گفتین که توسط مغز هم کنترل میشه، بعضی وقتا باعث میشه که آدم استراب داشته باشه، تشویش داشته باشه، یا بعضی وقتا دکتر صاحب آدم اصلا درد نداره، با خودش اگر احساس بکنه مغز فرمان بده که فلان استقامت بدن تو درد میکنه، یک نوع درد ایجاد میشه در ذهن ما که آدم احساسش میکنه. پس به این دلیل علم برش میگه که شما 30% به اصطلاح نمیتونین تشخیص بدین این مریضی را. پس دلیلش همین بوده میتونه که بعض وقتا ساختار جسم ما سلامت است ولی ما استرابات روحی و روانی داریم. یکی از دلایل دیگه ایش هم البته تئوری‌های مختلف وجود داره که او 30% اصطلاحاً نان اسپسیفیک میگن، چون حالا بحث کمی علمی شد، من میرم یک ذره توضیح بدم. رشته‌های عصبی وقتی پیام را میرسانه به مغز، مثلا دیسک پهلویش منیسک بین مفصلی وجود داره، خب یعنی 2 تا مفصل خیلی خوردی که در ستون فقرات هست او هست، خب یک رشته عصب از اینجا رفته به مغز راپور داده که اینجا تخریب شده، ولی مغز نمیتونه دقیق اون نقطه مشکل را راپور بده. مغز به اصطلاح خوب نتونسته پردازش بکنه، خوب نتونسته که بفهمه که دقیقاً کدام نقطه دردناکه. خب آیا این دیسک باعث ازو شده یا ای که مثلا ما بهش میگیم که فسد جوینت سندروم، یا همون مفصلی که در ستون فقرات وجود داره او باعث شده. چرا؟ چون یک رشته عصب، مثلا عصب آمده دست من من حیث یک رشته در نظر بگیریم 5 شاخه شده، حالا این 5 شاخه هر 5 تا شاخه یک سیگنال دریافت میکنن، روان میکنن به مغز. در مغز بعضی وقتا از پیشش گرد و بد میشه که آقا این شاخه برام سیگنال روان کرده یا این شاخه برام سیگنال روان کرده. بله. کدام یکی از این سیگنال برام روان کرده؟ تشخیص دقیق نمیدونم، مغز درست فرمان نمیده سرجوش. صحبت ها را ادامه میتیم، موضوع دیسک کمر و علت دردهای کمر را پرسان میکنیم. پس از یک میان برنامه با جناب دکتر صاحب هستیم. دوباره برگشتیم عزیزان، شما بیننده برنامه نبض زندگی شبکه رسانه‌ای فراز هستین و دکتر صاحب آیا کمردرد امروز یک بیماری است یا نتیجه سبک زندگی ما است؟ اصلا کمردرد ترکیب است، ترکیبی از چند چیز است. محیط است، ترکیبی از بدن ماست، ترکیبی از تفکرات ماست، ترکیبی از امو مسائل روانی و مغزی ما هستش. پس بدن ما، محیط اطراف ما و تفکر. محیط اطراف ما اگر مشکلات داشته باشه، مثلا محیط منظور ما تمام اون سبک زندگی ما میشه به طور مثال. بس مشکل داره سبک زندگی ما که ما کمردردی پیدا میکنه. سبک زندگی یکی از ریسک فاکتورهایی است که میتونه باعث ایجاد درد شود. خب سبک زندگی یکی از ریسک فاکتورهای مهمی است که میتونه باعث ایجاد کمردرد شود. خب من یک خاطره ای دارم. ما همیشه یک تصور میکنیم، اگر این عام نیست. ببینید ما یک چیز به اسم، اول این رو توضیح بدیم، ما یک چیز به اسم ریسک فاکتور میگیم. ریسک فاکتور یعنی ای که، یعنی به این مفهوم که مثلا من میخوایم بگم اگر یک کسی بایسیکل داشته باشه، بایسیکل از او هیچ گروپ و چراغی نداشته باشه، اید تاریکی مطلق شب ده سرک حرکت بکنه، این خطر از این وجود داره که یک موتر رو بزنه دیگه. حتما.
درست شد؟ 100%. بله. این خط این اصطلاحاً میگیم ریسک فاکتور، یعنی فاکتور امی که این نوری مثلا این شوبین سر بایسیکلش نداره، گروپ نداره، این یعنی که خطر از این که این نفر تصادف بکنه، تکر بکنه زیاده. درست شد؟ ولی 100% نیست، یعنی به این مفهوم نیست که اما ریسک خیلی بالا داره. ریسک خیلی بالا داره. درست شد؟ پس سبک زندگی ما باعث ریسک بالا میشه، ولی همیشه نیست. من 2 تا مریض داشتم که سوال کردید، یادم اومد از اون 2 تا مریض. 2 تا خانم بودن، اینا با هم خواهر بودن. یک خانم آمد، امی ستون فقرات از زیر که من انداختم، خب این هر دو هم سنشان بالا بود، یعنی بالای 50 سال بود. خب امی عکس ایکس ری زیر که من سه کردم، بسیار ایکس ری خراب بود، یعنی فکر می‌کردی که یه از امیال از جنگ برگشته دیگه. مو عکس ستون فقراتش، موراش خیلی کج بود، چپ راست رفته بود، بیخی عجیب غریب کج بود. خب بعد من به اصطلاح این رو گرفتم، خواهر دیگه ایکس ریش انداختم، از او خیلی خوب بود، یعنی اینا هم سن بودن، اختلاف سنیشان 1 سال یا 2 سال بود. بله. بسیار نزدیک بودن. ژنتیکشون هم یک چیز. دقیقاً ژنتیکشون هم یک چیز بود اینا. بعد ولی یک خواهر مجرد بوده، اصلا ازدواج نکرده بود، هیچ اولادی هم نداشت. یک خواهر 7 تا اولاد زنده داشت، 2-3 تا هم فوت کرده بود. خب حالا جالب در ذهن ما چی است؟ امو ایکس ری خراب از امو خواهری است که 7 اولاد داره دیگه. بله دیگه البته. درست شد؟ ولی برعکس بود. ایکس ری خراب از او خواهری بود که مجرد بود. میخوایم یه حرف بزنم که ما چیزی به عنوان ریسک فاکتور تعریف میکنیم که میگیم اینمی خطرزا هست، اینمی چیز باعث از این مشکل میشه. خب اما این به اون مفهوم نیست که 100% هر کسی همین کارو بکنه این میشه، و این به اون مفهوم هم نیست که چون فلانی کار کرده کمرش مشکل پیدا نکرد پس من اگه بکنم کمرم مشکل پیدا نمیکنه. من میخوام از این گپ به اینجا برسم. مثلا بعضی کسا میگن که من و همکارم هر دو دفتر 6 تا هستیم، هر دو یک این کار انجام میدیم، کمر زجور از کمر ما مشکل داره، چرا دکتر صاحب چرا این مشکل داره؟ خب من میخوام بگم که مریض میاد پیش ما با عین کمردرد، 2 تا مریض میاد، یکی رو تداوی میکنیم خوب میشه، یکی نمیشه. خب تشخیص یکیست، تداوی ما هم یکیست، چرا یکی خوب میشه یکی نمیشه؟ خودشان هم میگن دردای ما مثل هم دیگه است. متوجه شدین؟ میخوام به این مرحله برسم. بعضی چیزا ریسک فاکتور هست و خطرزا هست. سبک زندگی ما، یعنی یک کارگری که کمرش مثلا مساعد برای تحمل وزن زیاد نیست، هی داره وزن زیادی رو بالا و پایین میکنه. یا کسی که کار اداری است، مثلا از بعضی کسا پرسان میکنیم کارتان چی است؟ ولی کارم خیلی آسان است، ما پشت چوکی شیشتیم کل روز پشت چوکی شیشتن به عنوان اصلی ترین علت کمردرد در دنیا خیلی زیاد شناخته است، شده. یا ریسک فاکتوریش خیلی زیاد است. اصلا من برتانی تو بگم، مقالات علمی معتبری داریم که چاپ شده که چوکی امروز هزینه‌ای که چوکی به خاطر تداوی سر به اصطلاح سیستم صحی آمریکا متحمل اونا به اصطلاح با اونا رو متحمل کرده، بیشتر از برگر است، بیشتر از شکر است. یعنی آمدن گفتن که آقا او چیزی که هزینه رو در آمریکا بالا برده چوکی هاست، چوکی که ادارات دولتی داره، نه او فست فودی که مردم بیرون میخورن. همیشه همه جا بر ما گفته میشه آقا این فست فود خوب نیست، بر ما گفته میشه که مثلا انرژیزا خوب نیست. این چیزایی است که در جامعه است، ولی کسی به ما نمیگه این چوکی خوب نیست. ولی این تحقیق علمی شده بود آمریکا آمده گفته آقا امی چوکی، برای شرکت‌های بیمه آمریکایی گفته بود که چوکی، ما به کسایی که سر چوکی شیشتن بیشتر پول دادیم تا به کسایی که رفتن برگر خوردن. من نمیخوام بگم برگر خوردن کار خوبی است، من میخوام بگم چوکی خیلی خراب است. خب یقینا در کردم شما فهمیدن که در اینجا ریسک فاکتورایی که درد کمر ایجاد بکنه در چوکی‌ها از کارمندی که میای از ساعت 8 تا 4 عصر میای کار میکنه باید چوکیش راحت باشه که یکی از علتها میتونه باشه. یقینا در کردیم. و دکتر صاحب رابطه با کمردردی تا سنین پایین میگم، بعض وقتا نوجوانان هم درگیر این
موضوع است که علت چی است؟ ببینید سبک همون چیزی که سوال قبلیتان بود، گفتین سبک زندگی های ما تغییر کرده. در کتاب های قبلی میگفتن آقا که مثلا اگه یک نوجوان مثلا زیر 18 سال مثلا 16 ساله 15 ساله کمر درد میشه، خیلی جدی بگیرید این مسئله را. چرا؟ چون توقع نداشتن یک نوجوانی که اکتیو است، فعال است، در کوچه میدوه، بازی میکنه، چه میفهمم فوتبال میکنه، او کمر درد بگیره. ولی امروز ما داریم. چرا؟ چون سبک تغییر کرد. ما مکتب داریم، کل روز سر چوکی مکتبش است. از اونجا که خلاص شد کل روز در موبایلش هست، در دستش است، موبایل در دستش است و مثلا خم میشه یا شروع میکنه به مطالعه یا به تلویزیون سل میکنه. علت از او تقریبا میشه گفت بی تحرکی هست. زندگی های شهری تحرک را گرفته. ما این مشکلات را در اطفال روستایی و قریجات نداریم، ولی در اطفال شهری مشکلات داد بیشتر. و نشستن طولانی واقعا ستون فقرات از بین میبره؟ اصلا ستون فقرات ما برای ثبات جور نشده، ستون فقرات ما برای تحرک جور شده. و اگر ما یک چیزی که بر تحرک جور شده او رو نگه داریم یک جای ثابت بمانه، شما چه بخوای چه نخوای او خراب میشه و او آسیب میبینه و باعث ایجاد درد میشه. و دکتر صاحب بیشترین اشتباهی که مردم هنگام شروع کمردردی میکنن چی است؟ شاید بتونم بگم که مثلا بعضیا میگن استراحت مثلا. خب اول خود چند موضوع است. یکی از اشتباهات رایج، بعضی کسا که خیلی محتاطن، انسان ها بر اساس بینشون فرق میکنن، بعضی کسا خیلی محتاطن، اینا میرن مطلق استراحت میکنن. مطلق استراحت را در کتابای قدیم بود، ولی چندین سال است که مقالات جدید میگه مطلق استراحت بند، ممنوع. حتی اگه درد شدید هم داری، بسیار کم هر 2 ساعت 4 ساعت بلند شو، یک چند قدم بگرد، باز پس دراز بکش. از سر چپ حرکت بلند شو، با وجودی که درد شدید داری 4 قدم بگرد، باز دراز بکش. چرا؟ چون مطلق استراحت غلط است. مطلق 100% منظورم است. ولی اینا میگم که بره و کار کنه، میخوام برش بگم تا تحرک داشته باشه. بله میخوام تا جایی که دردش برش ایجاد میشه تحرک داشته باشه، ایجاد میکنه. تا جایی که دردش اجازه میده تحرک ایجاد میکنه. و یک سری افراد از دکتر صاحب وقتی کمردرد برشان میشه، اینا باز استراحت میکنن، دراز میکشن و بعضا خوب است که اطفال خورده با لگد میگن لگد بکنین سر کمرم که کمردرد هستن. بعضا بسیار وزنه خیلی بود یا افراد دیگه که بسیار وزن بلند داره روی کمر و ستون فقراتشان لگد میکنه. نقش از این چطور است؟ خطرناک است یا مفید است؟ خب بعضی اصطلاحاً کارهای غلط وجود داره. مثلا نمونهش من براتون واضح بگم، دیروز یک کسی رو من دیدم که مراجعه کرده بود به ما. اینا مثلا رفته بودن پیش یک نفر که مو گردنش، ما میگیم تقش گردنش کشیده بود و بسته کرده بود و کش کرده بود. واقعیت یک سری علامت‌های ناخوشایندی برش ایجاد کرده بود. اگه کسی حرفه‌ای باشه، من نمیخوام خدا نکرده بگم که کامل کار غلط است، نه، کار علمی هست ولی از خودش اصول داره. یعنی او فرد اولش ازش تاریخچه گرفته میشه، مشخص میشه، بعدش به صورت علمی براش کار میکنه. ولی یک کسی که ازش نپرسان کرده چی از فلان، فقط تقش میکشه. یا درمانای سنتی که دقیقاً. یا مثلا میگه بیا، مثلا یکی از کارهای رایج اشتباه که در وطن ما شاید رو بیشتر اشتباه باشه می است که مثلا خیلی رجوع میکنم، میگم مثلا نفرم گفتم که بیا سر کمرم راه برو. با سر کمر که درد نمیکنه، اگه راه بری درد میایه دیگه. کمر که درد میکنه رو اگه سرش راه بری خود رو کشتی دیگه، فایده نه. یعنی مثلا واقعا اون مشکل ایجاد میکنن. ببینید تمام حرکت و منوال تراپی، حالا کارهایی که با دست میکشه، تق کردن، اینا دقیقاً مثل دوا میمانه. آیا شما خودسرانه دوا مصرف میکنی؟ اگه خودسرانه مثلا دوای مصرف میکنی، این هم خودسرانه است. او کار اشتباه است. این هم خودسرانه بدون تشخیص آمد یک حرکتی رو انجام دادی، یک فشار اضافی رو سرش انجام دادی، خب این هم کار اشتباهی است. حتی مثلا بعضی کسا هست سنشان بالا بوده، پوکی استخوان داشته، حالا که جوانتر هستی که مشکل کمتر برشان پیدا میشه، و پوکی استخوان داشته، آمده سر پاش لغت کرده و سر کمرش استخوان شکست.
خب یعنی اینا هم پرکتیکای غلطی است که واقعا وجود. پس دوستای متوجه بکنن که من بعد کمردردی پیدا کردن لگدمال نسازن خدا. باز یک تعداد افراد گفتم تکرار میشه دکتر صاحب، بسیار یک فرد دیگه که وزن خیلی بالا داره باز روی کمرش راه میره. و دکتر صاحب چی زمانی یک کمردرد ساده تبدیل به مشکل جدی میشه؟ به نظر من دو حالت داره. خب من به نظرم کسی که تعادل رعایت نکنه. یعنی چی تعادل رعایت نکنه؟ یکی که یک ذره کمردرد گرفت ترسید او ولی ما که دیگه از کار افتادم، ما دیگه افتادیم، ما دیگه ما فلج شدیم، ما عملیات میره در اون سناریویی که من چطور سر ویلچر خود جابجا بکنم. مثل که ما قبلا گفتیم که مغزم اینجا فرمان میده، ما تلقین کردیم اون چیز باز شروع میشه. دقیقاً یک گروپ از مردم وقتی کمر درد میشن به او سمت میرن، یعنی ترس بیش از حدشان باعث میشه تا همین درد زیاد شه. این یک گروپ است. یک گروپ دیگه باز خیلی بی‌توجهن، یعنی ما سرزمین افراط و تفرید هستیم مردم ما، یا خیلی یک کار شدید افراط میکنیم یا تفرید. بعضی کسا باز اصلا در نظر نمیگیرن امی کمر نیاز به استراحت داره، امی کمر نیاز به تداوی داره، امی کمر نیاز به توجه داره. میای چه کار میکنه؟ کمرش درد میکنه، دردش هم کم است ولی فشار زیاد میاره، کار زیاد انجام میده، کارهایی که دردش زیادتر میکنه همون هم انجام میده. چندین سال هم ازش تیر میشه، میگیم خب چرا یک استراحت بده، یک وقفه بده، کمتر کار کن. میگه والا نمیشه، کی کارهای خانه رو بکنه، من بچه دارم، من بیرون کار نکنم، مثلا هیچی میشه. ما معمولا به یک کسا میگه خب تو اگه فلج شدی چه اتفاقی میفته؟ فکر میال فلج هستی دیگه، پیش از حداقل یک پیشگیری بکن، یه پیشگیری بکن. خیلی بیچاره دقیقاً پیشگیری بکن کار نشود. ما معمولا متاسفانه دمی دو هیته سرگردان افراط و تفرید میکنیم بیشتر. و رابطه با استفاده از موبایل و کامپیوتر و کارهای دفتری هم میایم، یک میان برنامه بسیار کوتاه میگیریم. شمایی که همیشه پشت کامپیوتر هستین و در دفتر همیشه نشسته هستین، این مخصوص شما است. با دکتر صاحب برمیگردیم. شما بیننده برنامه نبض زندگی از شبکه رسانه‌ای فراز هستین. موضوعات تخصصی و علمی را با جناب دکتر صاحب بحث کردیم رابطه با کمر و ستون فقرات. حالا میایم روی فاکتورهایی که باعث کمردردی میشه بحث میکنیم. دکتر صاحب میخوایم رابطه با استفاده کامپیوتر و موبایل و همچنان افرادی که در دفاتر قبلا کم تذکر دادن شما همیشه پشت میز چوکی شیشتن، راه حل چیست که اینا خود را جلوگیری بکنن از ناشی دردهای کمردردی که داینده سراغ از اینا را میگیره؟ اول بگوین که چقدر باعث کمردردی میشه، بعد چی راههای پیشنهاد میکنید؟ اصلا یکی از علتهای یا خطرهای اصلی که یا ریسک فاکتورهای اصلی که باعث کمردرد میشه سبک زندگی هست، یعنی اون مدلی که نشستن ها هست. خب ما پیشتر اشاره کردیم که ستون فقرات بر تحرک ساخته شده، برای به اصطلاح چی ساخته نشده، برای ثابت بودن در یک حالت ساخته نشده. خب ببینید ما ستون فقرات ما قسمی هست خب که معمولا رو به جلو بیشتر حرکت میکنن، یعنی ما خم میشیم، سر خود پایین میکنیم پس میایم بالا. و اکثر کارهایی که ما در طول روز انجام میدیم معمولا کارهایی است که خود خم میکنیم به جلو. مثلا شما وقتی که میشینی خود به خود خم میشی به جلو. شما زمانی که به اصطلاح میخوای با یک نفر مثلا یک چیزی رو از روی زمین ورداری خم میشی به جلو. ما خیلی کمتر برمیگردیم به عقب. این خم شدن رو به جلو باعث میشه که یک تعداد ساختارهایی از ستون فقرات که در پشت سر قرار داره اونا کشیده شود دیگه. من اگه می ستون فقرات بگیرم از روی از این ما شما یک توضیح بدیم. خب ما اکثرا رو به جلو خم میشیم، درست شد؟ و این خم شدن باعث میشه این فشارهایی اینا کشیدگی دوچار کشیدگی بشن، فاصله های اینا دوچار کشش بشن. و از طرف دیگه این قسمت ها، این محتویات که اینجاست، این دیسکا هم وقتی که اینجا فشار میاد اینا به طرف عقب خود جابجا بکنن، یعنی اینجا فضایش تنگ شده این حرکت کنه به طرف یا بالاشان فشار آمده، بالا از این فشار آمده و این خود این چون جسم به اصطلاح مثل ساجق باری میمانه، خب یکم انعطاف پذیر است، این چیکار میکنه؟ به سمت عقب جابجا میشه. وقتی به سمت عقب جابجا شد روی همه ساختارهایی که در عقب هست فشار اعمال میکنه. حالا ما زمانی که میشینیم خم هستیم
ما زمانی که به اصطلاح دراز میکشیم اگه به بغل بخوابیم باز پاها رو جمع میکنیم داخل شکم. خب تمام ایش نشستن هایی که رو به خم شدن هست، اینا باز باعث چی میشه؟ باعث یک دردی در ستون فقرات میشه و مقالات علمی ثابت کرده که تقریبا 60% 50 تا 60% افراد علت دردشان خم شدن بیش از حد جلو هستش. خب یعنی و درمانشان هم چی است؟ که خود برگردارن بیارن عقب. حداقل در طول روزی که اینا در دفتر نشستن دقیقاً یک حرکت 5 دقیقه‌ای داشته باشه که دوباره نرمال شه. هر یک ساعتی میگیم از جایش باید بلند شوه، چند تا حرکت رو به عقب انجام بده. هر یک ساعتی باعثی از مخصوصا برای کسی کمر درد داره و بالشتش هم که هست، این تو بالشت به اصطلاح چی داشته باشه پشت که قوس ستون فقرات باید حفظ بکنه. و دکتر صاحب چند درصد از کمردردها به خاطر ضعف عضلاتی است؟ ببینید فقط ضعف مطرح نیست، هماهنگی عضلات مطرح است. یک عضله شاید ضعیف نباشه اما تنبل شده باشه. یعنی ما اونجا اصطلاحاً میگیم موتور کنترلی که باعثی عضلات انجام بده. ما به خاطر که یک حرکت خوبی رو داشته باشیم باید یک عضله زودتر از عضلات دیگه شروع به کار بکنه. این عضله خو است. خب یعنی بیشتر از ضعف عضلات این مهمتر است که هماهنگی بین عضلات از بین میره. عضله‌ای که زودتر باید کار خودش شروع بکنه دیرتر شروع میکنه. تنبلی ایجاد کرده. این دیرتر از جای خودش بلند میشه. این بیشتر هست که باعث مشکل کمر درد شد و به خاطر هست که آمدن و یک تعداد تمرینات رو ما برش به اصطلاحاً بهش میگیم تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات، که این تمرینات ثبات دهنده برای تثبیت ستون فقرات است که میخوای بیای همون عضلاتی که زودی باید وارد کار بشه او عضلات را تحریک بکنه که شما زودتر کارت انجام. یقینا. و نقش استرس در کمردردی بگین دکتر صاحب چطور میتونه استرس باعث کمردردی شود؟ خیلی مهمه استرس، خیلی 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 مهمه. استرس باعث میشه تنشن عضلات یا تنشن رو چه رقم معنی کنم، تخلص عضلات، شخی عضلات میشه. شخی عضلات خب اگرچه کلمه خوبی نیست ولی اگر به عنوان شخی استفاده کنیم باعث میشه اسپازم یا شخی عضلات زیاد شوه. شخی عضلات باعث میشه به ساختارهای مثل دیسک، مثل عصب فشار اعمال بشه. باعث میشه تا پردازشی که در مغز اتفاق میفته، چون مغز باید میره به اصطلاح تجزیه و تحلیل بکنه، سیستم استرس سیستم تجزیه و تحلیل مغز میزنه خراب میکنه. این باعث میشه تا باز کمردرد. و همچنان بلند کردن اجسام که یک علت بسیار بزرگ هم در جامعه به خاطر کمردردی همی بوده که یک تعداد دوستا اجسام را که بلند میکنن باعث کمردردی میشه. خب چون اصول استاندارد مثلا صحی را رعایت نمیکنه، اصول ارگونومی را اصطلاحاً یا وزنایی را که بلند میکنن مطابق هم. ببینید ما میگیم زمانی که فرد کمرش سر خود پایین میکنه، خب مثلا اگه وزنش 70 کیلو باشه بدون از اینکه چیزی ده دست خودش بگیره اگه خود خم بکنه ای دیسکش چیز معادل 270 کیلو وزن میایه. خب یعنی 70 کیلو وزن کل ازی فرده آمده خود خم کرده اینقدر، یعنی بر اساس ایره بر اساس فیزیک آمدن حساب کردن که بر اساس فیزیک محاسبه کردن که اگر ده ای حالت باشه چقدر وزن سرزی مهره است، اگه ای خود خم بکنه چقدر وزن ده ای مهره است. خب چند برابر میشه. به اون خاطر بلند کردن ها اهمیت داره، خیلی مهم است. روش بلند کردن ما میگیم کمر خود خم نکنید، بشینید، یعنی روی زانو از زانو قاط کنن خدا و یک جسمی را بلند بکنن. و دکتر صاحب کمردرد در دنیای مدرن که امروز ما هستیم یک بحران خاموش است؟ قطعاً فعلا کمردرد از تمام امراض دیگه کرده هزینه اقتصادی بیشتری سر خانواده و دولت آورده. و دکتر صاحب اگر یک نفر فقط یک کار برای جلوگیری از کمردرد انجام بده چی است؟ تحرک داشته باشه، حرکت بکنه، ثابت نباشه. و بسیار تشکر دکتر صاحب. در پایان هم میخوایم که یک جنبندی داشته باشم، ای که رابطه با بستر خواب بگوین، چگونه بستر خواب استفاده بکنیم، آیا روی زمین بهتر است یا دوشک و یا ای که تخت خواب، در مجموع نقش بستر خواب در کمردردی چی است؟
بستر خواب نباید خیلی نرم باشه، نباید خیلی هم سخت باشه، باید به اندازه انعطاف پذیر باشه که به قول معروف بتانه قوسایی رو که در بدن ایجاد میشه اونا رو تحمل کنه. بعضی مردم خیلی عادت دارن میگه ما سر نمد میخوابیم، خود از او واقعا چیز خوبی نیست، ولی خیلی هم نرمه که مثلا اسفنج باشه و که بدنش مثلا این طرف و طرف میکنه او رو اذیت بکنه، او هم براش مناسب نیست. بهترین راه حل است که یک تشک استانداردی که از لحاظ سفتی، از لحاظ نرم بودن و سخت بودن حالت متوسط باشه او رو انتخاب بکنه. و در پایان دکتر صاحب اگر یک جنبندی بسیار کلی داشته باشین که یک انسان چطور میتونه ستون و فقرات سالم و همچنان رهایی پیدا بکنه از کمردردی، کدام نکات را اولیه را در نظر بگیره تا اینکه پیشرفته شود برشون کمردردشون؟ یک، فکر نکنن حتما اگه کمر درد گرفت، حتی اگه دیسک کمر شد دیگه زندگی به آخر زمان رسیده و او فکر کنه که دیگه چون ما اینا رو دیدیم، ما فلج شدیم، خلاص شد، دیگه جور نمیشم، دیسک شدم، عملیات کنم، چه کار میشم. یک، ترس نداشته باشه. دوم، فشار متعارفی رو به کمر خودش اعمال بکنه، یعنی بیشتر از توانایی خودش سر کمر فشار نیاره. ما مثلا اگه 80 سال زندگی میکنیم باید کمر خود رو برای 80 سال نگه داریم. بعضی از انسان‌ها 40 سال اول زندگیشان آنقدر فشار میارن سر کمر که برای 40 سال بعد دیگه باز کمر براشون جوابگو نیست. موضوع بعدی آفتاب هست. ویتامین دی در افغانستان کمبودش خیلی شایع هست، ما باید حتما از نور خورشید استفاده بکنیم. موضوع بعدی خوراکی هایی هست که میتونه برای ما موثر باشه برای درد کمر، مثل لبنیات، مثل ارزم پروتئین باب ها که برای عضلات کمر باز موثر هست. و باز هم برمیگردم به مهمترین نکته از او که تحرکیت است. یک جای بودن، طولانی مدت در یک وضعیت قرار گرفتن کمر میزنه، خراب میکنه. و دکتر صاحب یک جوان که همین لحظه یا یک فردی که همین لحظه من خودم میبینه و این دیسک کمر شده، آیا اینا دوباره کاملا به شکل که صحتمند بود سلامت میشن؟ دردش از بین میره. جوان اگه درد حاد داشته باشه، یک دفعه حال پیدا شده، ای بله 100% به حالت قبل برمیگرده، مشروط بر ازی که چیکار کرده که کمر درد شده او رو پیدا بکنه، همون کار رو دیگه انجام نده. ببینید درد از بین میره، خوبم میشه، ولی پس اگه مو کاری که یک کاری کرده که حال کمر درد شده اینجا آمده، بله بنابر یک دلیل کمر درد شده باید همون دلیل باید تکرار نشه. کمردردهای حاد، کمردردهایی ما برش حاد میگیم که اصلا فرد کمردرد نداشته، یک دفعه کمرش میگیره، یک دفعه باعث ایجاد درد میشه، این با دردش هم شدیده، ممکنه گریانش هم در بیاره، ممکنه او رو بندازه زمین، ولی ما دغدغه‌ای از اون نداریم، او خیلی راحت، خیلی هم خوب به تداوی جواب میده. اما کمردردهای مزمن، کمردردی که میمانه 10 سال است میگه من کمردرد داشتم، 20 سال است من کمردرد داشتم، مغزش یاد گرفته که این کمردرد میکنه. از بهترین راه حلش هست که ذهن خود باید دقیقاً کمردردهای مزمن کیفیت زندگیشان بهتر میشه، ممکنه درد آرامتر باشه، راحت تر بشه، ولی خیلی سخت کمردرد مزمن را مغز از اون نفر را پاک کنی که دیگه درد پس ریاضت بکشن که اینا با خود تلقین دیگه نکنن بیش از این که من کمردرد هستم. و دکتر صاحب در پایان چون سوال پیش من خلق شد یا نزد من خلق شدی که نزدیک شدن مهره های کمر هم راه حل داره؟ ببینید اصلا بحث دهی است، آیا نزدیک شدن مهره کمر باعث درد شده؟ اصلا ما اگه نزدیک شدن تشخیص شود، اصلا بحث عزیز که قطعا ما نمیتونیم بگیم که همین نزدیک شدن باعث ایجاد درد شده. به همون خاطر ما یعنی یک امارایی یک کسی در ژاپن یک مقاله کرده بود، یعنی مقاله شده بود، یعنی که راپور علمی داده بود، یک فردی که ستون فقرات از او به میشه فکر میکردی که از جنگ جهانی دوم آمده، اینقدر ستون مثل فقرات که شما از خانم یاد کردین که عموتا خراب بود. خب ولی اون نفر هیچ دردی نداشت، هیچ دردی نداشتم اون نفر، خب که ژاپن که به اصطلاح مقاله شد. یعنی بحث ای است. خب
نزدیک شدن ستون فقرات معمولاً به نزدیک شدن دو مهره ای به عنوان یک بیماری در کتاب ها ما نداریم از او. یعنی ما مثلا در کتاب های خود داریم مثلا میگیم که این دیسک شده یا میگیم این مهره دچار لغزش شده، ولی ما ایتو مریضی که نام ببریم و به فارسی او رو ترجمه کنیم که این شده مهرهای از این نزدیک شده، در هیچ کتاب علمی شما پیدا نمیکنید. او سکندری یا ثانویه دو تا مهره به هم دیگه نزدیک شده، ولی او بر ما اهمیتی نداره. مهم است که آیا منشأ درد همینجا هست یا نه. پس منشأ درد اول خود ما تشخیص بدیم که از کدام ناحیه ما کمردرد پیدا کردیم. جناب دکتر صاحب جهان سپاس از اینکه به برنامه ما حضور پیدا کردید. ان شاء الله که صحبت‌هایتان بسیار ارزشمند بود. اگر در پایان پیام داشته باشین. بخیر سلامت باشین، هیچ وقت کمردرد رو براتون نبینیم. آرزو میکنم همیشه سالم باشین، هم خودتان هم بیننده عزیز. زنده باشین. تشکر از اینکه حضور پیدا کردین و جهان سپاس از شما بیننده های عزیز که همیشه به بیننده برنامه نبض زندگی و همچنان برنامه‌های متعدد شبکه‌های رسانه‌ای فراز هستین و موضوع دیسک کمر و درد کمر هم شما صحبت‌های بسیار ارزشمند از جناب دکتر صاحب شنیدید. از این بعد کوشش بکنین که خودتان از خود مراقبت بکنین و بیشتر دیدین که استرس، تشویش‌های روحی و روانی هم تاثیر داره روی دردهای کمر و اما قدر که خداوند ساختار ستون فقرات قشنگ و زیبا خلق کرده و به خاطر تحرک، چون ساختارش دکتر صاحب گفت که همیشه باید ستون فقرات به خاطر تحرک ایجاد شده، همیشه دیگه ثابت نباشین، منجمد نشین، کوشش بکنین ورزش بکنین، قدم بزنید در جایی که شما در دفتر همیشه کار میکنین 1 ساعت وقفه بگیرین، حداقل چند لحظه که شما قدم میزنین یا شخیتان هم به اصطلاح میکشین نفع میرسونه. ان شاء الله باعث میشه که شما را از درد کمر جلوگیری کنه برتان. تا ای که باز هم یک موضوع بسیار مهم داغ از بطن جامعه انتخاب بکنیم و برش نقطه پایان بگذاریم یا راه حل بسنجیم با متخصص بخش. شما را به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدارتان.